یه روز رفتم داخل یوتیوب سرچ کردم که ببینم چجوری میتونم وقتی گوشیم لگ داره موقع اینو بازی کردن لگ نگیرم. بعد چیدم که 90% این ویدیوها چرت بودن. سلام من چطوری دونم گارتون عالی باشه. خوش اومدید به این ویدیو براش. امروز ویدیو بود من کسی گوشیم لگ میزنه، فریز میکنه، افتی اصلا نمیتونن داخل گیم پلی بدن. براش کسایی هستن که هر نوع گوشی براش، چه شیائومی چه سامسونگ براش همه نوع گوشی‌ها، نمیدونم A12 یا مثلا چه دیگه، مثلا پوکو استیل که براش خیلی یاد داریتون خیلی ویدیو جوابه. براش هر کاری تحقیق کردم و رفتم داخل چت جی پی تی و رفتم داخل یوتیوب سرچ کردم و کلا با اضافه تجربه‌ای که خودم داشتم همین براشون براشون گوشی خودم ریدمی درسیه، یعنی لگ داره. حالا رامش برای 4 حافظه 64 اصلا برسیم تو ناموس لگ، یعنی حتی من مولتی هم بازی می‌کردم لگ می‌گرفتم. ولی بعد از این کارهایی که من انجام دادم 70 تا 80% لگ گوشی من کم شد بچه. یعنی با این ترفندایی که دوشلوم به شما میده، حتی گوشی شما رم 2 هم باشه گوشیتون رو میتونین بدون لگ پلی بدید. میاد دنگه بدون لگ حالا براش ببینید هیچ وقت نمیشه لگ گوشی رو کلا از من، ولی خب میشه کمش کرد. براش میگم که یعنی 60-70% لگ گوشی شما کمتر میشه، خیلی تأثیری گذاره. حتما باش اول تا آخر ویدیو رو نگاه کنین که خیلی نکات طلایی تنظیماتی که داخل بازی نمیدونم کلا هر چی هست و نیست براش که براش همه مهمه، یعنی چیزی چرتی ما نداریم، همه چیز مهمه که براش همه اینا در کنار همن که گوشی مثلا به شما رو کمتر لگ میکنه. یعنی یکی انجام بدی که انجام ندی مثلا انگار نه اصلا تأثیری نداره. پس براش حتما تا آخر ویدیو رو نگاه کنید که کلی توضیحات دادم، نکاتی که گفتم، نمیدونم تنظیماتی که داخل گیم، داخل خود موبایلتونه، برنامه‌ای براش یه برنامه من نصبشونه که یعنی خدا میکنه گوشتون. ولی بعد از این کاری که من به شما گفتم انجام بدین و کلا معلمانه شده خفن میگم یعنی عالی دیگه، یعنی میتونید براش بدین معطلی بریم سراغ تنظیمات. براش می اول قبل تنظیمات میشین درباره گوشی رو میزنید. این روش گوشی من رام 4 حافظه 64 مثلا کنم ریدمال روش روی نسخه میومی 45 روش کلیک میکنید تا برای شما یک گزینه میاد به اسم من بک‌گراند نویس هستم یا برنامه‌نویس شدین هم چیزی براتون میاد. بعد میزنید بیرون براش میاد تنظیمات بیشتر، میاد توی قسمت گزینه توسعه دهنده صفحه نویسش برای شما هستش. بعد شما گزینه MSAA یعنی 4X MASA بعد شما باش پیداش کنید، یعنی برای شما پیداش کنم و دوشم براتون علامت میزنم. من آره بعد 4X MSAA بعد بهشون گزینه حتما فعالش کنین که خیلی تاثیرگذاره. براش گفتن که گفتم همه کارا رو بعد انجام بدین تا بتونین لگتون رو کمتر کنین. بعد نه براش کنین بیرون میین دوباره تون درباره گوشی میزنین توی حافظه. براش اون چیزی که میخوام به شما بگم رم مجازی. براش رم مجازی یعنی از همه چیز مهمتره، یعنی اینکه شما تا جا داره حافظه گوشیتون رو خالی کنین. چه من گوشی من اینجوریه که من حداقل بعد 8 گیگ حافظه خالی داشته باشم توی گوشیتون تا بدونم 3 گیگ رم مجازی استفاده کنم. مجازی که اضافه میکنین گوشیتون کمتر لگ میگیره، یعنی کمتر اینجوری بهش مثلا فشار میاد، ولی خب خیلی تاثیرگذاره. من تا رم 3 گیگ بردم. براش ببینید تو میتونی که من باشه این خیلی مهمه که حتما باید کش برنامه‌تون پاس کنید، یعنی پاکسازی حافظه پنهان. بعدش کل برنامه‌هاتون همه رو پاکسازی حافظه پنهان می‌ذارید. مخصوصا بعد ببینید تلگرام و چات و اینستاگرام میتونه که خیلی زیاده، حالا میتونید اونا رو یه دونه پاکسازی همه دادا بزنید که روالش کنید. بعد تا جا داره سعی کنید حافظه گوشیتون رو کمتر کنید، چون حافظه گوشی خیلی مهمه. بعد کسایی که شیائومی دارن و کسایی که شیائومی ندارن سامسونگ میتونن برن داخل گوگل پلی برنامه ویدیوسشون نصب بشن. وقتی شما برنامه ویدیوسشون نصب کنین همه این چیزایی که الان داخل صفحه میبینید داره، باطنی همه چیز براش داره که میتونید بزنید اوکیش کنیم. هر کسی که شیائومی ان حتما ببین همه کارا رو انجام بدن، پاکسازی‌ها رو بدن. براش خیلی تو اینا جدی نمیگیرید، این خیلی مهمه. این از همه مهمتر تا همینه. شما وقتی اینا رو انجام میدید گوشی رو نمیدونم کمتر لگ میگیره و واسه کنید همه برنامه‌هاتون رو ببندید. مثلا بعضی وقتا هست که مثلا داخل یوتیوب رفتیم مثلا میخوایم بریم داخل کالاف، بعد قبل از که برین سعی کنید همه برنامه‌ها رو مثلا این قسمت مثلا هستش ما رو بیان میزنید کلا مثلا برنامه رو میبندین دیگه مثلا با پیش میکنه. و برای میریم سراغ تنظیمات. این خیلی مهمه. رزولوشن چیه؟ همون روشنایی گوشیه. برای بچه شما وقتی روشنایی گوشیتون رو برای بالا میبرید
گوشی هم جدا از این که مصرف باتریتون میره بالاتر، گوشی داغ میکنه، بهش فشار خیلی بیشتر میاد. سعی کنید روشنایی گوشیتون رو براش ببینید تا 10% 20%، یعنی تا همین مقداری که من داشتم براش هر چی کمتر بهتره. ولی خب بعضی وقتا شما نمیتونید صفحه‌تون رو ببینید، مثلا بعضی وقتا براش شب مثلا روشنایی گوشی مثلا زیاده، تو میتونید براش روشنایی گوشی پایین بیارید، خیلی تاثیرگذاره. حتما حالت تاریک گوشی رو فعال کنید که خیلی به گوشی کمتر فشار میاره وقتی حالت تاریک رو فعال کنیم، مثلا همین قضیه رزولوشن و روشنایی. بعد در عوض شما میاد داخل دوباره همون درباره گوشی. بعد از کسایی که میخوان مثلا بدونن اف پی اس گوشیشون چنده، نمیدونم این چنده، همونجا که براشون گزینه رو فعال کردیم، پایین ترش زده مصرف برق رو میزنید و بعدش اینجا میتونید ببینید دمای سی پی یو گوشیتون چقدره، اصلا داره گوشیتون چند اف پی اس میده داخل گیم. باشه خیلی کاربردی که میتونید ببینید. الان گوشی من 60 اف پی اس اینجا براش نمیاد، من داخل گیم میرم 25 اف پی اس میده. بعد دمای گوشی من 40 داره. بعد میریم داخل گوگل پلی و برنامه گیم بوستر 4x فستر رو براش نصبش می‌کنید. همین گیم بوستر که بزنید براش اصلا خودش میاد بالا، همون متنی که من زدم رو بزنید. حالا من برزرسانی ندارم، برزرسانی کنید خودتون، برزرسانی داشته باشید ندارید که بعد نصبش کنید. و براش این سیت اینجا داره پینگ من نشون میده. براش این برنامه هم پینگتون رو درست میکنه، هم باعث میشه شما کمتر لگ بزنید، گوشیتون کمتر فشار بدنی. برنامه خداست براش. این گزینه پینگ بزنید براش اوترا بوستر، اوترا چیه نمیدونم، اوترا بوستر براش روی بزنید. حتما دو تا گزینه رو فعالش کنید. بعد درست جی تی اف این گزینه بغلیشه دیگه. این چیزایی که من فعال کردم رو فعال کنید، بزنید و براش میرسیم به اصل قضیه که این گزینه رو میبینید. من دادم جلوش برای شما میکشم، علامت میزنم. بعدش این رو حتما بعد روی این بزنید. وقتی شما میخواید ببینید گیم روی این میزنید، بعد شما چند تا کار انجام میده. بعد زبدر بالا رو میزنید. من چند تا بزنم ریکوردم قطع میشه. روی زبدر بالا رو بزنید، بعد میایید بیرون براش. بعد دیگه میرین توی گیم دیگه و براش توی گیم که اومدین میرین تو قسمت تنظیماتتون، قسمت اودیو گرافیک براش، اودیو ADS گرافیک میاین. این کوالیتی گرافیک کوالیتی تون رو براش میرین توی لو، فریم ریتتون رو میذارین توی لو. قسمت افکتتون رو آف میکنید و تمام دیگه. تنظیمات گیم همینه که بعد این کارا رو انجام میدید و بسا کنید هر چیزی میتونید افکت‌ها رو براش خاموش کنید، افکت‌ها چرت و فعال نکنید. و بعدش میرسیم نکات طلایی. حالا باشه این نکاتی که من بهتون میگم حتما برای نکات انجام بدید. اگه نکات گوش ندید رد کنین برید، اصلا فایده‌ای نداره. چه تنظیمات که درست نیست اصلا هیچ فایده‌ای نداره. باشه این نکات حتما باید انجام بدید. لازم اصلا خیلی اشتباه میکنید. یه باش نکات اول، نکته اول اینه که همیشه بهش هیچ وقت گوشیتون وقتی شارژ شد، بالانس گوشیتون شد 100% در اون پلی ندید. این گوشیتون شد 100% 20 دقیقه باش، حداقل 20 دقیقه یا 15 دقیقه وایسین تا گوشیتون خنک شه. چون براش واسه اینه که شما وقتی که گوشیتون میزنید شارژ داره داغ میکنه، یعنی همینجوری که در حال شارژ داره داغ میکنه. بعد شما مثلا که داغه گوشی رو بند می‌کنید، سر می‌بینید کالا فاز می‌کنه. بعد این گوشی رو داغه وارد کالا میشه، خود کالا رو داغ می‌کنه، یعنی داغ میشه دیگه. آره دیگه گوشی میره. براش نکته دومی که وقتا شما مثلا گوشی الان 20% شده، اینقدر کالا فعلی این خالمادر گوشی یکی کردی، گوشی الان 20%، گوشی میزین داخل شارژ و همچنان که داغ هست. گوشی من دوباره گوشی شارژ داره داغ هنوز، یعنی اصلا گوشی فرصت نمی‌کنه شه. بعد باش میرین یوتیوب نگاه می‌کنید، یعنی در حال ازش استفاده می‌کنید، یوتیوب نگاه می‌کنید، بعد دوباره گوشی میشه 80 دوباره 30 میشه، می‌کنید دوباره یعنی پلی می‌دید. یعنی راهش این گوشی میشه آیپد هم باشه، آیپد شما می‌سوزونید با این کارتون. این کارو اصلا انجام ندید. همیشه اولش هم که ناخلش هیچ وقت پلی ندین. بعد اینکه گوشیتون پر شد یه رو 20 دقیقه وایسین، چون گوشیتون ضعیفه بزنین خنک بشه. تا اینکه خنک شه بعد برین بازی کنین و براش حتما حالت طوری که گوشیتون رو فعال کنین. رزولوشن گوشی تا اینکه میتونین همون روشنایی گوشی منظورم میتونین میارین پایین. این کارا براش بکنین واقعا بهتون کمک میکنه. یعنی اصلا از این همین راش ببینید که از لگ گوشی من بهتون نشون میدم که ببینید چجوری لگ داره. نگاه کنید براش الان صفحه من وای نیست، اصلا اینجوری اینو فریزه، این براش فریز میشه. نگاه کنید من فریز الان شده اومدم. براش نگاه کنید یک بار دیگه این صحنه رو نگاه کنید، هیچ کسی میبینید که نیست که درسته. بعد میام پایین براش میگم مردم، من هیچ نیست، من اینجا مردم دیدم، چون من گوشی من بهش نمیکشه اصلا انمیو نشون نمیده. وای خدا
انمیو نشون نمیده برای باز هر بچه انقدر گوشیم ضعیفه لگ دارم ولی باز ببینید کاری نمیشه ولی از گوشی شما ضعیف باشه لگر رو دارید ولی خب دیگه تا 70% مثلا لگ شما کمتر میشه بازی قابل تحمل تر میشه برای شما دیگه ولی خب اوکی. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدی اگه خوشت اومد اگه اشتراک کشید دکمه لایک رو بمال سابسکرایب کن ما رو یه کامنت پارامونجی هم بذار که عشق منی و فعلا تا ویدیوهای بعدی بدرود.